السلام علیکم مردم شریف تاجیکستان. امیدوارم خوب است. هستن یک بنام بلاگرایی که وطن میگن، مادر میگن، غریبی میگن. یکی از این خیل بنام بلاگرها این شون امسی است. برادر شون امسی را 90 تا 95% مردم غریب کانالش در پادپیساسی هستند، تماشاش میکنن، لایکش میمونن، کامنتاری خوبش مینویسن. نه این خیلی کورنمکی بنام بلاگری مشهوری تاجیک شون امسی. برادر من میتونستم پشتی پرده قطیت گپ زنم، نه من پشتی پرده گپ زدن بد میبینم. تو امروز برادرت میگم در بین یک ماه آخر صدها نفر مردم غریب تاجیک فانکاگی هستی. شون امسی ایمینا برای او افیروی که میزگرانین هر شال قمار